هی مظفر، اینجا رو ببین. حقوق اسبچیای فینیتو لو رفته می باشندی. اوه لامصبا چه حقوقای خفنی دارند. نه بابا، مگه چقدر می باشندی؟ اگه بگم سرت مثل دیک زود پس سود می کشندی. 230 250 چوق. همینجوری داره میره بالا. ای حروم لقمه ها، واسه همینه که من رأی نمیدهم. چند ساله که نتوانستم برای بچه هم گوش بخرم، بعد اینا رو باش دارن همینجوری پول پارو میکنندی. ریس بنال ببینم مهندسی انتخابات طویله فینیتو به کجا رسیدندی؟ ای وای کت خدا، هر کاری تا الان کردیم نقش بر آب شد. همه اهالی فینیتو فهمیدن این قاف مفخور و طویله اش حقوقهای نجومی میگرندی. من که به شما گفته بودم انقدر به اینها حقوق ندندی. ای مردک ببن آن دهان آن گوزبانیت را. تو که خودت یک قلم آبروی کت خدا را با آن چای دبشت بردندی. ای خاک بر سر شما دوتا که بند را آب دادید. معلوم از اهالی که هیچ، این دفعه حتی هویجیان فینیتو هم رأی نمیدهندی. قاف بلند شو برو یه کاری بکن. جناب قاف تر طویله فینیتو، ماجرای حقوقای نجومی اسبچیای فینیتو چه می باشندی؟ بله، همانطور که همه میدانند اسبچی های کت خدا محتاج نان شبشان می باشندی. مثلا من که یک چوب زل کت خدا در فینیتو بودم، برای نوه‌ام فقط یک بار توانستم سیسمونی بخرم. الان شرمنده پسرم می باشمندی. جناب قاف این یادداشت از طرف شلشل می باشندی که نوشته خر پسر شلشل کره به دنیا آوردندی. درخواست دادن برای جشن کره خر پسر شلشل چند چوق اختصاص بدهید. ای بابا، این شلشل عجب شلمغزی هستندی. این چه وقت درخواست می باشندی؟ ای چوب زنه خالی بند، در طویلت رو ببند. ای چوب خاک تو سرت کت خدا. با این لو رفتن ها اهالی دیگه گول انتخابات طویلت رو نمیخورن.